امراضهایی که در وجود انسان به وجود میاد توسط زبان بدترین و زشترین امراض به وجود میاد. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بدترین گناه بدترین مرض غیبت هست. توسط چی به وجود میاد؟ توسط زبان. مثل که ما نماز بخوانیم، قرآن عظیم شان بخوانیم، در واقع دیگه دستورات اسلام انجام بدیم، چنان هست که تمام خزانه خدا در یک خلطه و یا در یک کیسه غار بیندازیم، از بالا جمع کنیم از پایان ضایع شود. غیبت ضایع کننده اعمال صالح و اعمال شایسته انسان می باشد. از دریچه ساینس خود زبان در واقع تشخیص امراض هست. ببینین اگر زبان انسان توسط میکروسکوپ دیده شود، اگر شکل سفید داشت و مثابه هزی است که این شخص در واقع مشکلات وجودش هست. مشکلات چی؟ مشکلات کمبود آب در وجودش هست، ضایعات آب داره. و اگر شکل سرخ داشت مشکلات چی داره؟ مشکلات قلبی داره و مشکلات خون هست در وجودش. و اگر شکل زرد داشت مشکلات معده هست که در وجودش در واقع دردهای معده و دردهای وجود داره. یعنی در واقع می توان زبان حتی به خاطر تشخیص امراض در وجود خود انسان بیان کرد که در خود زبان بیش از 800 نوع باکتریا وجود داره. همین باکتریایی که زیست میکنه به قدرت خالق جهان هستی توسط میکروسکوپ دیده میشه. در خود زبان بیش از 800 نوع باکتریا وجود داره. و همچنان زمانی که انسان از خواب میخیزه یک بوی در دهنش استشمام میکنه که اون از باکتریا هست.